هم پدر شوهرتون مشکوک در واقع درگذشتن، هم پدر. البته من تو صحبت‌هایی که از آقای محسن شنیدم میگفتن مشکوکه، برای همین بله. چه جوری بود وقتی اصلا چه سالیشون درگذشتن و اصلا چه جوری مواجه شدید وقتی که خبر فوتشون آوردن؟ ایشون اینجوری بود. خب آقای لاهوتی دوست صمیمی احمد آقا خمینی بودن دیگه، با خیلی هم با آقای خمینی ارتباط نزدیک داشتن. بله. و با خانواده امام هم خیلی رابطه نزدیک داشتن، خانومشون رفت آمد میکردن و اینها. خب آقای لاهوتی یه خورده دلخور شده بودن از اقداماتی که بعد از جمهوری اسلامی انجام گرفته بود، یه سری اعتراضات داشتن. بله. و این اعتراضات هم بازگو میکردن. یه روز نماینده مجلس هم بودن دیگه، یه دفعه یه روزی من حزب جمهوری بودم، سعید قرار بود بیاد دنبالم که منو ببره خونه، زنگ زد که من نمیتونم بیام. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه مامورا اومدن از زندان اوین اینجا میخوان آقا رو ببرن. من بلافاصله زنگ زدم به بابا که بابا سعید چنین حرفی رو میزنه. بابام زنگ زد به آقای لاجوردی که چه اشتباهی بزرگی کردین، چرا رفتین تو خونه آقای لاهوتی، سریعا از اونجا خارج بشین. ایشون هم به بابا قول داد بود باشه ما الان میریم. بعد دیگه من ماشین نداشتم بیام، بابا ماشین فرستاد دنبالم که من بیام خونه. دوباره لحظه آخری که داشتم میومدم خونه زنگ زدم به سعید که سعید چی شد؟ گفت چه آقا رو بردن. گفتم قرار نبود ببرن. گفت چرا بردن. من اومدم خونه و بلافاصله به بابا زنگ زدم، چون موقع تلفن چیز که نداشتیم، تلفن موبایل و اینا نبود، من تو حزب زنگ زده بودم. بعدم یکی از نوه‌های امام زنگ زدم که اینجوری شده و به احمد آقا خمینی که به امام بگین آقای لاهوتی رو بردن زندان اوین. سعید شوهر منم رفته و در زندان اوین که ببینه حالا چه اتفاقی میفته. دیگه آخر شب بود، فکر کنم بابام خوابیده بود که سعید زنگ زد گفت آقای لاهوتی حالش بد شده، بردن بیمارستان، میگن سکته کرده و اونجا هم فوت میگن کرده.